با سلام. شیوه وصل کردن سرم یا لاینگیری در بیماران. مرحله اول باید وسایل رو آماده کنیم. وسایل مورد نیازمون یک عدد باتل سرم، ست سرم، آنژیوکت، چسب، پنبه الکل و تورنیکت است. در مرحله اول سرممون رو هماگیری میکنیم. دقت کنید که در پوش رو به صورتی باز کنید که این محل استریل بشه. باتل برعکس میکنید، هواگیری انجام بشه. چسب آماده میکنید تکه های مورد نیازمون رو و بعد سراغ بیمار. خب اون اندامی که میخوایم رگگیری رو انجام بدیم روش تورنیکت میبندیم. از بیمار میخوایم چند بار مشتش رو باز و بسته کنه تا خون بیشتری تو سیاه رگ‌ها جمع بشه و رگ‌ها برجسته تر بشه. بعضی از لاین ها و یا همون رگ ها راحت با چشم مشاهده میشه، ولی بعضی ها رو باید با انگشتان دستتون لمسش کنید. مثل این رگی که الان من زیر دستم میتونم لمسش کنم یا این رگ که میتونم لمسش بکنم. برای رگگیری بهتره که از پایین ترین قسمت اون اندام استفاده بکنید که اگر یه وقت رگتون خراب شد بتونید از بالاترش هم استفاده بکنید. حالا معمولا قسمت های پایینی اندام چون حس لامسه بیشتری داره دردناکتر، ما سعی میکنیم از قسمت بالاتر استفاده کنیم. آنژیوکت مناسب که الان با توجه به این رگی که من دارم زیر دستم حس میکنم آنژیوکت صورتی رو انتخاب میکنم. انتخاب آنژیوکت بیشتر به نوع درمانمون هم داره. میخواد اون فرد سرم به تنهایی بگیره، مدت طولانی میخواد سرم بگیره، میخواد خون بگیره، یا هر اقدام درمانی که دیگه ما میخوام براش انجام بدیم. محل رو به صورت دایره‌ای ضدعفونی میکنیم. بهتره که دایره قطرش بیشتر بشه و میکروب ها به سمت بیرون هدایت میکنیم. آنژیوکت باز میکنیم. بال های آنژیوکت رو باز میکنیم. در پوش رو بر میداریم. یک بار نیدل رو سر میدیم در قسمت پلاستیکی با دو انگشت اشاره و انگشت وسط روی بال و انگشت شست پشت اون رو قرار میدیم. محل رو یک بار دیگه لمس میکنیم. دستمون رو قبلا با پنبه الکل تمیز کردیم. یک بار دیگه اون محل رو لمس میکنیم. آنژیوکت رو 1 سانت قبل از اون محل قرار میدیم. با زاویه تقریبا 30 درجه وارد میشیم. بعد از ورود به رگ اون زاویه رو کم میکنیم و 15 درجه میریم جلو. موقعی که آنژیوکت شما وارد رگ میشه، وارد اون رگ میشه، مقدار خون تای آنژیوکت شما جمع میشه. هنوز آنژیوکت وارد رگ میشه، دست میخور صافتر بگید. الان تای آنژیوکت شما خون جمع شد، یعنی آنژیوکت وارد رگ شد. بعد از ورود اون تورنیکت رو باز میکنید. چسب ها زده میشه. از بیمارتون میخواید مشتش رو باز کنه. نیدل سر ست سرمتون رو باز میکنید. در امتداد اون رگی که آنژیوکت وارد شده یک فشار اعمال میکنید که خون خارج نشه. بلافاصله نیدلتون رو وارد سیفتی باکس میکنید.
و ست سرم رو به انتهای حرکت وصل کنید.